خفخان در اوج فریاد و جوانی، راه رفتن در انتهای مسیر زندگانی، فرار از سکوت در هنگام جدایی، دویدن و دویدن در مسیری پر از لعنت زندگانی، پیر شدن در اوج جوانی، فوشهای من به فندک و سیگار و دودهای بی انتهایی که میشکافد آسمان را به امید رهایی. همیشه آخرین سنگر سکوت نیست، آخرین سنگر فریاد است و فریاد است و فریاد. متنفرم از نگاه‌های سنگین، نشان دادن من در زندگی که کرده ما رو دچار این خستگی بی انتهایی که در افکار خودت داستان بسرایی بدون اینکه به ماجرا توجهی کنی. اصل ماجرا چیست؟ همیشه دنبال اصل ماجرا بودم که چرا چنین است و چرا چنین نیست. به هر دری که میزنم بسته است. گاهی دلم یک نفس میخواد، یک نفس به اندازه نفس یک پرنده، البته در قفس. همیشه دوست داشتم و دوست داشته نشدم. همیشه در لحظه‌ای که باید فریاد میزدم سکوت کردم. چه شدیم ما؟ با ما چه کار کردن؟ تو اون کشور سنگ و جنگ و نیرنگ و فریب اگه به ما تجاوز هم کرده بودن بهتر از این بود که حال نتونم با خودم و جامعه کنار بیام. بذارین یه داستان بگم، یه داستان که پر از خستگی. یه روز یه پسره بود عاشق یه دختره، انقدر نگفت و نگفت که رفیق پسره رفت تو کار اون دختره تو تور اون. بیچاره پسره تور اون پاره شده، اما دل من تا انتها خواهد سوخت. نه به حال دختره، به حال پسره که رفیقشو کرده بودون دوباره. خستم، خسته. با گذشت 1 سال و چندی هنوز دارم با قانون بردگی زندگی میکنم، با قانون خجالت و نتوانستن در ایجاد رابطه و دخترها با دخترها، پسرها با پسرها. بزرگترین اشتباه یک بشر زندگی در سالهای قبل و این سالهای قبل همیشه تو کله من بود از ایران. به حال با صدای رسا میگویم لعنت به خدایی که خدایی بلد نیست. بدرود. به قول فرخزاد به پایان رسید این ماجرا، اما ماجرا همچنان باقی است.